به نام خدا. در این دوره آموزشی تصمیم داریم شما رو با مباحث مجازی سازی شرکت ومویر آشنا کنیم. شرکت ومویر برای محصولات تولیدی خودش دوره‌هایی رو مطرح کرده که این دوره‌ها تحت عناوین کلود، دیتا سنتر ورچوالایزیشن، اند یوزر کامپیوتینگ و نتورک ورچوالایزیشن هستند که این دوره‌ها رو در 4 سطح به کاربران خودش عرضه میکنه که این 4 سطح عبارتند از Associate، Professional، Advanced Professional و Expert. دوره ای رو که در پیش رو داریم دوره VMware Certificate Professional 5-Data Center Virtualization هستش که به اختصار به اون VCP 5-DCV میگن. شما با یادگیری این دوره میتونید شبکه شرکت ها و سازمان ها رو که از اسکیل های کوچیک تا دیتا سنتر هستن رو بستر مجازی بیارین. خب ما برای این دوره یک سناریو آموزشی در نظر گرفتیم که با کمک این سناریو شما تسلط کاملی رو بحث مجازی سازی پیدا خواهید کرد. ما 4 تا دستگاه سرور برای این سناریو در نظر گرفتیم که روی 2 تا از این دستگاه ها ESXi سرورمون رو راه اندازی کردیم که تحت عنوان هاست A و هاست B تو این سناریو ما هستش که ماشین های مجازی ما روی این سرورهای ESXi قرار بگیرن. 2 تا سرور دیگه هم تو این سناریو در نظر گرفتیم که روی سرور اولمون اکتیو دیرکتوری و DNS رو نصب کردیم و روی سرور دوممون که یک سرور ممبر هست قرار هست که وی سنتر رو راه اندازی کنیم. همونجور که تو این نتورک دیاگرام میبینین 2 تا سرور دیگه هم تو این قسمت در نظر گرفتیم. یک سرور که روی اون قرار SQL سرور نصب بشه. این زمانی ما از این روش استفاده میکنیم که تعداد ESXi سرور شما بیشتر از 50 تا دستگاه باشه. حالا انشالله بیشتر در مورد این قضیه صحبت میکنیم. سرور دیگه ما اگه دقت کنید تو محیط DMZ واقع شده و ادمین شبکه از بیرون میتونه به این سرور دسترسی داشته باشه. روی این سرور ابزار ویسپر وب کلاینت رو شما را نصب میکنید و میتونید برای دنیای اینترنت یا دنیای پابلیکتون پابلیش کنید که ادمین بتونه از بیرون با کمک ابزار ویسپر وب کلاینت ESXi سرورها رو کانفیگ و مدیریت کنه. شما علاوه بر این سرورها نیاز به یک سندیسک دارین که اصطلاحاً به شیر استوریج هم میگن. اینجا دقت کنید از یک شیر استوریج فیزیکی استفاده شده، ولی برای اینکه خیلی از شرکت ها و سازمان ها بودجه و توان تهیه این دیوایس رو ندارن، ما از اوپن فایلر که کانفیگ مشابه همین دیوایس رو داره و خیلی از شرکت ها و سازمان های کوچیک میتونن از این ابزار به جای دیوایس سندیسکشون استفاده میکنیم. اجازه بدیم به ادامه مباحث بریم و شما رو بیشتر با جزئیات این دوره آشنا کنیم. یکی از سوالهایی که اینجا مطرح هستش این هستش که چرا ما باید از روش سنتی به سمت مجازی سازی بریم؟ خب من جواب این سوال رو با یک مثال پاسخ میدم. فرض کنید شما میخواین از پورتال شیرپوینت در مورد سازمان خودتون استفاده کنید. من برمیگردم به سناریو خودمون. روی این سناریو میخوام این مثال رو برای شما تشریح کنم. برای پورتال شیرپوینت شما لازم هستش که حتما شبکه دامینی داشته باشین. بس باید یک سرور برای اکتیو دیرکتوری و DNS در نظر بگیرید و یک سرور ممبر که روی اون بیاین شیرپوینت رو راه اندازی کنید که این با کمک این سرور بتونید به شبکه داخلی خودتون سرویس بدید. و اگر قرار باشه کاربرهای خارج از سازمان به پورتال شیرپوینت شما متصل بشن، حتما باید یک سرور دیگه رو تو منطقه دمیلیتری زون یا DMZ قرار بدین و سرویس وبتون رو که پورتال شیرپوینت تحت وب هستش رو برای دنیای پابلیک پابلیش کنید تا کلاینت از خارج سازمان بتونن به پورتال شیرپوینتی شما دسترسی پیدا کنن. همونجور که دقت میکنید شما نیاز به حداقل 3 دستگاه سرور دارین. یه نکته‌ای که اینجا هستش اینه که
آیا با نصب این سرویس ها روی این دستگاه های سرور ما تونستیم از تمام منابع این دیوایس های سرور استفاده کنیم یا نه؟ خیلی مواقع وقتی شما اکتیو دایرکتوری و DNS روی این دستگاه نصب میکنید شاید از 20 الی 30% منابع این سرور تونستین استفاده کنید. ما بقیه منابع این سرور بلا استفاده هستش. از طرف دیگه شما نمیتونین پورتال شیرپوینتتون رو روی جایی که اکتیو دایرکتوری و DNS رو دارین نصب کنید یا سرور DMZ تون رو هم اونجا قرار بدین. به خاطر همین برای اینکه ما بتونیم از تمام منابع دیوایسی رو که در اختیار داریم استفاده کنیم میریم سراغ بستر مجازی. دقت میکنید مجازی سازی یه لایه‌ای هستش که اجازه میده شما چندین سرور رو یا چندین آپریتینگ سیستم رو روی یک دستگاه قرار بدین. حالا از نظر هزینه دقت کنید میبینید شما میتونید این 3 تا دستگاه سرور رو روی یک دستگاه قرار بدین. خب از یه طرف هزینه خرید 3 تا دستگاه رو باید پرداخت میکردین، حالا با یه دستگاه کار شما راه میفته. پس از نظر هزینه صرفه‌جویی برای شما داره. جدا از بحث صرفه‌جویی بحث تعمیرات و نگهداری این دیوایس ها هستش. خب از وقتی که تعداد دستگاهی شما بیشتر بشه هزینه تعمیرات و نگهداری اونها هم هزینه‌های زیادی هستش. جدا از بحث هزینه تعمیرات نگهداری بحث مدیریت این سرورها که به صورت سنتی هستن بسیار برای سازمان دشواره. خب فقط شما تو سازمان پورتال شیرپوینت ندارین، طبعا کنار پورتال شیرپوینت امکان داره دیتابیس سرور داشته باشین، امکان داره میل سرور بخواید راه اندازی کنید، سرویس های دیگه رو بخواید راه اندازی کنید. دقت کنید تعداد سرورها رو تو سازمان خواهید داشت. این باعث میشه هزینه های زیادی رو به سازمان شما تحمیل کنه. با کمک مجازی سازی تا حدی از این هزینه ها رو میشه صرفه جویی کرد. ما 2 نوع معماری تو بستر مجازی سازی داریم. بحث هاستد هایپروایزر و بر متال هایپروایزر. قبل از اینکه من در مورد انواع معماری های مجازی سازی صحبت کنم میخوام شما رو با مبحث هایپروایزر آشنا کنم. هایپروایزر نرم افزار یا سیستم عاملی هستش که عمل مجازی سازی و یا مدیریت ورچوالایزیشن رو برای ما انجام میده. خب حالا میخوایم در مورد تک تک این معماری ها صحبت کنیم. روش هاستد ورچوالایزیشن یا هاستد هایپروایزر یعنی چی؟ یعنی اینکه هایپروایزر یا همون لایه ورچوالایزیشن ما خودش میزبان یک سیستم عامل دیگه هستش، مثل ابزار ونویر ورکستیشن که شما استفاده میکنید، ابزار هایپروی که روی سیستم عامل ویندوز سرور نصب میشه و سیتریکس زن دسکتاپ نمونه های این نوع معماری هستند. به خاطر فاصله زیادی که بین گست آپریتینگ سیستم که هدف اصلی ما هستش با سخت افزار وجود داره و ریکوست هایی که از گست آپریتینگ سیستم میخواد برای سخت افزار بیاد توسط لایه های دیگه بررسی میشه، این باعث کندی این روش شده. و از طرف دیگه اگر دقت کنید در این معماری هایپروایزر شما مشابه اپلیکیشن روی آپریتینگ سیستم قرار گرفته، در واقع یک نوع اپلیکیشن هستش. از طرف دیگه اگر رقابتی بین ورچوالایزیشن و اپلیکیشن بخواد برقرار بشه ممکنه اپلیکیشن در این رقابت در گرفتن منابع سیستم برنده باشه که این چیز خوبی نیست. در روش دوم که بر متال هایپروایزر هستش، هایپروایزر بدون واسطه به سخت افزار یا منابع سیستم دسترسی داره. اینجا هایپروایزر خودش یک سیستم عامل جهت مدیریت مجازی سازیه که در واقع میتونیم از این نوع معماری ESXi رو نام ببریم. دقت کنید روی این هایپروایزر آپریتینگ سیستم های شما واقع شدن. علاوه بر آپریتینگ سیستم شما یک گزینه دیگه ای رو به عنوان سرویس کنسول میبینید. سرویس کنسول ابزاریه که
با کمک اون شما میتونید به سیستم عامل ESXi تون متصل شده و اون رو مدیریت و پیکربندی کنید. دوره ونور ویسور یک مجموعه ابزارهایی رو داره، یا اصطلاحاً میتونیم بگیم ونور ویسور سویت هستش، یعنی یک مجموعه ابزار هستش. ونور ESXi یکی از ابزارهایی هستش که شما تو این دوره با اون سر کار دارین. خدمتون گفتیم ESXi سیستم عاملیه که روی سرور نصب میشه. شما اگر فقط یک سرور ESXi داشته باشین، با کمک ویسپر کلاینتتون میتونید به اون سرور متصل بشین، اونو مدیریت کنید. ابزار ویسپر وب کلاینت به شما این امکان رو میده تحت وب بتونید به سرور هاتون متصل بشین، اونو مدیریت کنید. ابزار ویسنتر رو داریم، بحث ویشیلد زون و همچنین ابزار ویسپر ورچوال سیمتریک مالتی پروسسینگ، ویسپر ویموشن اند استوریج ویموشن، ویسپر استوریج دیارس و سایر ابزارهای دیگه‌ای که تو این دوره آموزشی می‌خوایم به اونها بپردازیم. در ادامه دوره تصمیم داریم در مورد تک تک این ابزارهای مختصر صحبت کنیم، شما رو با قابلیت‌ها و توانمندی‌های مختلفی که این ابزارها دارن آشنا کنیم. حالا انشالله بعد از آشنایی به صورت مفصل به تک تک این ابزارها میپردازیم و سناریوهای عملی رو با تک تک این ابزارها خواهیم داشت. اینجا اگه دقت کنید همون ونور ویسپر سویت رو داریم ولی به صورت طبقه بندی شده. دقت کنید ابزارهایی که تو بحث اویلیبیلیتی، سکیوریتی، اسکیلبیلیتی، بحث استوریج و نتورک میتونن به ما کمک کنن رو توی دسته‌بندی‌های مختلفی قرار داده. خب اولین ابزار که میخوایم در مورد اون صحبت کنیم ابزار ESXi هستش. ESXi نرم افزار یا سیستم عاملی هستش که پایه و شالوده هایپروایزر و یا لایه مجازی ساز رو برای ما فراهم میکنه. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه خیلی جاها امکان داره شما با این دوتا عبارت برخورد داشته باشین، ESX و ESXi. میخوایم در مورد تفاوت ESX و ESXi مختصر صحبت کنیم. برای اینکه تفاوت این دو تا مورد رو شما درک کنید یه مختصر در مورد تاریخچه اونها صحبت میکنیم. ESX در نسخه 4 رو قبل اون وجود داشت و در نسخه 5 تنها راهکار شرکت ونور سیستم عامل ESXi هستش. در نسخه 4 ESXi به صورت فری عرضه شد و ESX لایسنسی بود و برای اون باید هزینه پرداخت میکردیم. از نظر معماری تفاوت زیادی با هم نداشتن به جز یک قسمت، این که در ESXi در واقع کنسول مدیریتی بخشی از هایپروایزر بود. خدمتون گفتیم سرویس کنسول ابزاریه که به کمک اون میتونیم به سیستم عامل متصل بشیم و اونو مدیریت کنیم. ولی در ورژن ESX این کنسول توسط یک ورژن کوچیک شده لینوکس درایو میشد. مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکرد. کسی میخواست با ESX کار کنه نه تنها دانش مجازی سازی نیاز داشت، باید حداقل یک دانش اضافی در مورد لینوکس بیس آپریتینگ ها هم داشت. از طرف دیگه مشکلات و آسیب پذیری هایی که برای لینوکس وجود داشت به ESX های هم اپلای میشد. این باعث میشد که امنیت ESXi سرور شما پایین بیاد. شرکت ونور نسخه ESXi رو توسعه داده و ESX رو نگه داشت و احتمال داره تا چندین سال آینده اونو دیسکانتینیو کنه. حالا ESXi در ورژن 5 دیگه فری نیست و قابلیت و امکانات خوبی برای اون طراحی و تولید شده. یکی از مزایای اصلی اون میزان استفاده از منابع که چیزی هولوش بین 300 الی 400 مگابایت رم و زیر 5% از منابع CPU رو اشغال میکنه. ESXi به خاطر داشتن قابلیت UEFI که داره شما میتونید اون رو از روی یک دیوایس ریمووبل مثل فلش، CD رام یا حتی
TFTP سرور بالا بیاری. شما با کمک ابزار ویسپر کلاینت خدمتون گفتیم میتونستیم به هاستتون دسترسی پیدا کرده و ماشین‌های مجازی که روی این هاستتون دارین رو مدیریت کنین. دلایل رو میخوایم خدمتون مطرح کنیم که تو اسکیل های بزرگ دیگه ابزار ومور ویسپر کلاینت کارآمد نیست. اون دلایل میتونه این موارد باشن: ویزیبیلیتی، اسکیلبیلیتی و اتوماسیون. ویزیبیلیتی به این بحث اشاره میکنه وقتی تعداد ماشین‌های مجازی و همچنین هاست‌های شما زیاد بشه، این کار باعث میشه که برای نگهداری سربار مدیریتی زیادی به سازمان شما تحمیل بشه. خب طبعا افراد زیادی رو برای مدیریت و نگهداری این سرورها شما نیاز دارین. از طرف دیگه هزینه‌های زیادی رو برای تجهیزات باید پرداخت کنید. حالا جدا از هزینه‌هایی که برای خرید تجهیزات پرداخت میکنید، هزینه تعمیرات و نگهداری زیادی رو به سازمان شما تحمیل میکنه. بحث اسکیلبیلیتی یعنی وقتی شما میخواین سازمانتون، شبکهتون رو گسترش بدین، هزینه‌های زیادی به شما تحمیل میکنه. در صورتی که تو بحث مجازی سازی شما با کمک یک سرور میتونید سرویس های متعددی رو ارائه بدین. با گسترش پذیری شبکه هزینه زیادی به سازمان شما تحمیل نمیشه. تو بحث اتوماسیون امکانات محدودتری برای اتوماتیک سازی جریان‌های کاری وجود داره. در صورتی با کمک ابزار ومور ویسنتر سرور این محدودیت‌ها به حداقل خودش رسیده. ویسنتر یک سولوشن نرم افزاری هستش که بر روی یک سرور دیگه نصب میشه. اون سرور میتونه ویندوزی یا لینوکسی باشه. در واقع قابلیت Centralized Point of Management، یعنی شما از یک نقطه بتونید چندین سرور رو منیج کنید، رو به شما میده. یکی از مزایای ویسنتر امکان کلاسترینگ هستش. ما اگر چندین سرور ESXi داشته باشیم میتونیم تمام این سرورهای ESXi رو داخل یک کلاستر قرار بدیم. مفهوم کلاستر اینجا تجمیع منابع سرور هسته. اینجا دقت کنید ما 4 تا سرور داریم، هر سروری CPU و رم خاص خودش رو داره. اینجا دقت کنید CPU ها رو با هم جمع کردیم و رم ها رو با هم. نکته که اینجا وجود داره اینه ماشین های مجازی که روی این سرورها قرار میگیرن فقط میتونن از منابع یک سرور استفاده کنن. وقتی شما دارین سرورها رو با هم کلاستر میکنین به این معنا نیست که شما دارین یک سوپر کامپیوتر ایجاد میکنین. یعنی اینجوری نیستش که شما یه ماشین مجازی بذارین از تمام سی پی یو های این سرورها استفاده کنه. این امکان پذیر نیست. مفهوم کلاسترینگی که شما توی ومور دارین با بحث کلاسترینگ مایکروسافتی متفاوت هستش. اینجا تو بحث کلاسترینگ امکان مدیریت منابع رو به شما میده. یعنی شما با تو بحث کلاسترینگ میتونید منابع رو راحت‌تر مدیریت کنید. حالا انشالله تو سناریوهای عملی این بحث رو شفافتر درک خواهید کرد. تو بحث مجازی سازی یکی از بحثایی که خیلی مهم هستش بحث سویچ های مجازی هستن. شما با گذاشتن یک فیزیکال سویچ معمولی بین این سرورهاتون میتونید مباحث پیشرفته سویچینگ رو داخل ESXi هایتون ببرین. داخل هر هاست یا همون ESXi سرورتون یک سویچ استاندارد وجود داره. این سویچ استاندارد ارتباط بین ماشین‌های مجازی که داخل همون هاست دارن رو انجام میده و از طریق پورت آپلینکی که داره اجازه میده که شما بتونید این ماشین ها رو به دنیای فیزیکی متصل کنید. یعنی کلاینت ها از دنیای فیزیکی بتونن به سرورهایی که روی هاست ESXi های شما واقع شده دسترسی داشته باشن. فقط یه نکته که اینجا هستش، زمانی که تعداد سرورهای ESXi های شما زیاد میشه مدیریت این سویچ های استاندارد برای شما دشوار میشه. به همین خاطر شما میتونین برای مدیریت پیشرفته تر مبحث سویچینگ از قابلیتی به نام ویسپر دیستریبیوتد سویچ استفاده کنید.
ویسپر دیستریبیوتد سویچ یعنی شما یک سویچ مجازی بین ویسپر ES6 های خودتون قرار بدین یا بین هاستای خودتون قرار بدین که امکان مدیریت راحت تر و یک پارچه سازی نتورک و همچنین اعمال سیاست های امنیتی بهتری رو به شما میده. دقت کنید تصویر خیلی واضح قابلیت ویسپر دیستریبیوتد سویچ رو داره به شما نشون میده. ما 2 تا هاست ES6 یا 2 تا هاست داریم. روی این هاست میتونه سویچ های استاندارد خاص خودش رو داشته باشه، ولی شما میتونید با کمک یک ویسپر دیستریبیوتد سویچ مباحث پیشرفته سویچینگ رو اینجا راحت تر انجام بدین. من اینجا نمیخوام وارد جزئیات بحث در مورد سویچ ها بشم، فقط قصدمون معرفی این قابلیت هاست که انشالله تو سناریوهای عملی مفصل در مورد این مباحث صحبت خواهیم کرد. بحث دیگه ای رو که میخوایم در این فیلم آموزشی به اون بپردازیم بحث ویشیلد زون هستش. شما میتونید بیاین VM هاتون رو داخل زون های خاصی قرار بدین. اینجا یه دقت کنید من 2 تا زون در نظر گرفتم، زون A و زون B. یک سری از VM ها رو داخل زون A و یک سری از VM های دیگر رو داخل زون B قرار دادم. با کمک قابلیت ویشیلد زون شما میتونید ترافیک دیتای بین زون ها رو مدیریت کنید. مثلا پورتای خاصی رو ببندین یا باز کنید. اینجا در واقع شما میتونید ترافیک عبوری بین زون ها رو غربال کنید. در واقع میتونیم بگیم ویشیلد زون یک امکان نرم افزاری جهت فیلترینگ و فایروالینگ در محیط ومور ویسپر هستش. بریم سراغ بحث مربوط به VMware Virtual Symmetric Multiprocessing یا Virtual SMB. Virtual SMB یکی از امکانات خوب شرکت VMware هستش. در واقع SMB باعث مالتی پروسس کردن CPU ها میشه. دقت میکنید اینجا رو. مثلا شما اگر 4 تا CPU 8 هسته‌ای دارین، حالا میتونید هسته ها رو تبدیل به CPU کنید. مثلا به یکی از VM هاتون 3 تا CPU، به یکی 2 تا، به یکی 1 دونه CPU براش در نظر بگیرید. یا حتی شما میتونید کورها رو بین VM هاتون شیر کنید. خب این قابلیت خیلی خوبی هستش که شما تو VMware میتونید ازش استفاده کنید. یکی از مباحثی رو که ما تو محیط‌های مجازی سازی باید از اون استفاده کنیم بحث استفاده از سندیسکا بود که ما خدمتون گفتیم قراره تو این دوره آموزشی از اوپن فایلر به عنوان سندیسک خودمون استفاده کنیم. بحث مربوط به شیر استوریج هستش یا محل ذخیره سازی مشترک بین تمام هاست‌ها. یعنی به جای اینکه VM ها روی تک تک هاست ها قرار بگیرن، این VM ها همه این VM ها میتونن داخل شیر استوریج ذخیره بشن. در واقع VM های شما یک سری فایل هستن. اگر قرار باشه ماشین های مجازی ما بین سرورها حرکت کنن و یا اگر یکی از سرورهای ما خراب شد بتونیم اون VM رو از روی سرور دیگری بالا بیاریم و اقدام به سرویس دهی کنیم، نیاز به یک مرکز ذخیره سازی مشترک داریم. تکنولوژی هایی که نیازمند شیر استوریج هستن عبارتند از فلوترانس، DRS و ویموشن می باشن. بحث ویموشن: زمانی که یه ماشین با کمبود منابع رم و CPU مواجه میشه، شما میتونید با کمک این قابلیت اون ماشین مجازی رو با هاست دیگه منتقل کنید. همونجوری که تو این تصویر میبینید. این بالا رو دقت کنید. این VMی که اینجا واقع شده منابع رم و CPUش تامین نمیشه، شما میتونید انتقال بدین روی هاست دیگه. اگه شیر استوریج نداشتیم باید میومدیم VM رو خاموش میکردیم، اونو مایگریت میکردیم یا مهاجرتش میدادیم به سرور دیگه و رو سرور یا هاست بعدی بعد اونو میومدیم روشن میکردیم یا پاورانش میکردیم. نکته‌ای که اینجا هستش اینه که امکان پاور آف کردن این ورچوال ماشین برای شما مقدور نباشه. VMware برای مشکل شما که امکان
پاور آف کردن ماشین رو ندادین، راهکار وی موشن رو ارائه داده که به صورت لایو بتونید ماشینتون رو از روی یک هاست به هاست دیگه انتقال بدین بدون اینکه خللی در عملکرد اون ماشین ایجاد بشه. در واقع ورچوال ماشین شما دیتا و اطلاعاتش داخل استورج واقع شده، فقط رم و سی پی یو رو از این هاست میگیرین، روی این هاست بهش تحویل میدین، یعنی از این رم و سی پی یو رو از این جدا میشه، از رم و سی پی یو این سرور استفاده میکنه. برای اینکه شما بتونید از توانمندی وی موشن استفاده کنید باید سرویس DRS رو راه اندازی و کانفیگ کرده باشین. دقت میکنید DRS مخفف Distribute Resource Scheduler هستش. DRS وظیفش اینه که چک کنه ببینه VM هایی که روی سرور واقع شدن منابع رم و سی پی یو ها تأمین شده یا خیر، یا اصطلاحاً میگیم satisfy شده یا خیر. اگر احساس کنه که رم و سی پی یویی که برای این VM در نظر گرفته شده تأمین نمیشه، اون رو از روی این سرور به سرور کاندیدایی که تو وی موشن براش در نظر گرفتین انتقال میده. اینجا دقت کنید منابع این سرور از نظر رم و سی پی یو فول شده، این ماشین دیگه نمیتونه روی این سرور کار کنه. این سرور رو با کمک قابلیت وی موشن به سرور همجوار خودش انتقال میده. حالا یه زمانی هستش که شما چندین شیر استورج دارین و ماشین های شما داخل شیر استورج ها واقع شدن. یکی از این شیر استورج ها اگر پر بشه، آیا انتقال ماشین های شما از شیر استورج های مختلف هم وجود داره؟ اینجا رو دقت کنید. ما تو این سناریو 3 تا شیر استورج داریم. این شیر استورج شما در آستانه پر شدنه. ماشین های مجازی از نظر فایل روی شیر استورج قرار گرفتن. دقت کنید پسوند فایل ها VMDK هستش. ممکنه هستش که یک ماشین مجازی که روی شیر استورج قرار گرفته دچار مشکل بشه. به عنوان مثال نیاز ماشین مجازی که روی شیر استورج B واقع شده تامین نمیشه. نیاز این ماشین از لحاظ دیسک چی هستش؟ یا از نظر IO پر سکند تامین نمیشه، یعنی ریکوستی که میاد با تأخیر به شیر استورج میرسه، یا بحث اسپیس یا فضا هستش، فضاش پر شده. اینجا VM میخواد به یک بلوک داده دسترسی پیدا کنه، اجازه دسترسی بهش داده نمیشه چون شیر استورج ما پر شده. حالا شما میتونید با کمک قابلیت استورج DRS بیاین اون ماشین رو از این شیر استورج به یک شیر استورج دیگه حرکت بدین یا جابجاش کنین. حالا انشالله این بحثا رو عملی باتون کار خواهیم کرد. تو این تصویر دقت کنید داره استورج وی موشن رو داره به شما نشون میده. VMDK اون ماشین رو از روی این شیر استورج به شیر استورج مجاورش داره انتقال میده. خب بریم سراغ مبحث مربوط به DPM یا Distribute Power Management. یکی از دغدغه‌هایی که در دیتا سنترهای بزرگ وجود داره صرفه‌جویی در مصرف انرژی هستش. اینجا رو دقت کنید روی این سرور یه تعداد ورچوال ماشین واقع شده. امکان کار این ورچوال ماشین روی هاست های دیگه هم وجود داره، یعنی هاست های دیگه منابع رم و سی پی یویی که داره مصرف میکنه منابع آزاد هم داره. این ماشین میتونه روی اینها قرار بگیره. در این وضعیت شما میتونید با کمک قابلیت وی موشن و DRS VM ها رو به هاست های دیگه منتقل کنید و این ESXi سرورتون رو به حالت استندبای ببرین و دوباره زمانی که اگر نیاز شد دوباره اونو فعال کنید و VM ها دوباره روی این دستگاه برگردن. این باعث میشه که تو مصرف انرژی صرفه‌جویی داشته باشیم. خب بریم سراغ قابلیت مربوط به High Availability یا HA. High Availability یک راهکار خوب شرکت ومور هستش که با خرابی یک سرور فقط یک سرویس تحت تاثیر قرار نمیگیره، امکان داره چندین سرویس تحت تاثیر خودش قرار بگیره. شرکت ها به خاطر این مشکل ممکن بود هیچ وقت سراغ مجازی سازی نیان. ومور برای حل این مشکل راهکار های اویلیبیلیتی رو مطرح کرد.
اگر یکی از سرورهای من دچار هاردور فیلیر بشه، به خاطر اینکه فایل های ماشین های مجازی همه روی شیر استورج واقع شدن، این ماشین ها رو ریستارت میکنه یا ریبوت میکنه و روی سروری که کاندیدای مناسبی برای HA هستش دوباره بالا میاره. فقط یک مدت 4-5 دقیقه برای ریستارت این ماشین ها شبکه شما در دسترس نیست و شما میتونید دوباره اون سرویس ها رو تو سازمان به کلاینت های خودتون ارائه بدید. امکان داره همین زمان 4-5 دقیقه برای شما تو سازمان خیلی مهم باشه و شما نباید تو سازمانتون برای سرویس دهی اون سرویس ها قطعی داشته باشین. به خاطر حل این مشکل شرکت ومویر قابلیت فلوترانس یا FT رو ارائه کرده. قابلیت FT یا فلوترانس به این صورت هستش: زمانی که شما روی یکی از VM هایی که روی سرور ESXi شما واقع شده راست کلیک میکنید و قابلیت فلوترانس رو برای اون VM فعال میکنید، اون VM میره روی سرور مجاورش که این باشه یه میرور درست میکنه و اسم این میرور رو میذاره لاک استپ و زمانی که این سرور خراب شد بلا فاصله حتی بدون از دست دادن 1 میلی ثانیه این سرور به کار خودش ادامه میده. حالا دقت کنید ببینید راهکار فوق‌العاده‌ای هستش که دیگه شما نگران قطعی سرویس ها تو شبکه نخواهید بود. خب یه نکته دیگه در مورد نصب و راه اندازی ESXi سرور خدمتتون بگیم. شرکت ومویر تو سایت خودش یه قابلیتی رو گذاشته بحث عنوان Compatibility Guide. شما اینجا فرضاً یک سرور HP دارین، میتونین بیاین ESXi سرور و سرور HP و سرویس هایی رو که قرار راه اندازی کنید رو انتخاب کنید. به شما یه سولوشن میده، میگه برای نصب ESXi رو اون سرور باید سرور شما چه پریکوزیت هایی رو داشته باشه، مثلا کانفیگ بایوسش باید به چه شکل باشه، چه کانفیگایی رو باید روش انجام بدید. در این فیلم عمومی هدفمون این بود که شما رو با قابلیت ها و امکاناتی که در دوره ومویر VCP وجود داره آشنا کنیم. انشالله در فیلم های بعدی تک تک این مباحث رو در قالب سناریوهای عملی پیاده سازی خواهیم کرد و شما رو مفصلتر با این بحث آشنا خواهیم کرد.